پس لوقا 23 در مورد چه چیزی صحبت میکنه؟ من میخوام امروز یه جورایی این پیغام به عشا هم مربوطه. میخوام که اصلا در مورد این صحبت کنیم که عیسی مسیح برای این اومده که صلح و آشتی بر جهانیان بیاره. البته که جاهایی گفته، من نمیدونم این برای نمیدونم باید شمشیر بردارید و فلان اینها، در مورد اون صحبت نمی کنیم، ولی هدف اصلی که عیسی به زمین اومده برای صلح و آشتیه. تمام شد رفت. یعنی اینه محبت. من دارم نگاه میکنم به زمانی که عیسی مسیح رو دارم میبرم محاکمه کنن، نه عیسی مسیحی که پا به جهان گذاشته بچه است. در مورد اون قسمتی میخوام صحبت کنم که عیسی مسیح پا به جهان گذاشته، بعد زندگی تموم داره میشه و دارن در حضور پیلاتوس و هیرودیس و اینا دارن محاکمش میکنن. میخوام به 3 نقطه نگاه کنیم که از زمانی که دارن عیسی مسیح رو محاکمه میکنن چه اتفاقی میفته. 3 درس هست که خیلی مهمه، شاید اصلا بهش توجه نکردیم. یکیش که برای من خیلی جالب بود، همین اولی که خیلی جالب بود برای من. واقعا اون روز داشتم که کلام خداوند رو میخوندم و احساس کردم که این قسمت برای من تازگی داشت. اولین بار بود که مثل اینکه این رو داشتم میدیدم. لوقا 23 آیه 11 رو نگاه کنید. از 10 میخونم. زمان محاکمه عیسی است. ببینید چی میگه. 10 میگه سران کاهنان و علمای دین که در آنجا بودن سخت بر او اتهام میزدند. بعد عیسی رو میدادن دست هیرودیس، دست پیلاتوس، هی عوض میکردن. این نمیدونست باهاش چیکار کنه، اون نمیدونست باهاش. بعد مردم هم میگفتن باید بر صلیبش کنید. ببینید آیه 11 چی میگه. میگه هیرودیس و سربازانش نیز به او بی‌حرمتی کردند و به استحضایش گرفتند، سپس ردای فاخر بر او پوشاندند و نزد پیلاتوس باز فرستادند. دوباره نزد پیلاتوس باز فرستادند. در آن روز دقت کن، آیه 12. در آن روز هیرودیس و پیلاتوس بنای دوستی با یکدیگر نهادند، زیرا پیشتر دشمن بودند. یک معنی خاصی برای من این قسمت داره. معنی چیه؟ ببینید حتی عیسی مسیح زمانی که دارن میبرن به صلیب بکشنش چی میشه؟ یه صلحی این وسط اتفاق میفته. میگه پیشتر دشمن بودن، اینا با هم دیگه دشمن بودن دیگه، الان اینها با هم دوست شدن. عیسی مسیح در محاکمش هم به نظر من یک درس اولی که داره چیه؟ صلح و دوستی. یعنی عیسی حتی در محاکمش باعث میشه 2 نفر با هم دیگه صلح کنن. این خب نمادینه دیگه، سمبولیک داره با ما صحبت میکنه که چه چیزی هست. ببینید عزیزان، اگر عیسی مسیح، فیض عیسی مسیح، اگر عیسی مسیح برای ما نمی‌مرد و زنده نمی‌شد، ما در غضب خداوند باقی می‌موندیم. کلام خدا میگه غضب خدا شما رو می‌کشت. غضب خداوند اصلا قرار بود همه ما رو بکشه، چون اصلا ما با شریعت نجات پیدا نمی کنیم، چون شریعت رو نمیتونیم انجام بدیم. ما نه اینکه شریعت نجات نمیده، شریعت رو ما نمیتونیم انجام بدیم. قوانین رو ما به هیچ وجه نمیتونیم کامل انجام بدیم، چون یک سری قانون هست. خدا گفته که استاندارد من اینه، اگر نتونی اینو انجام بدی، یه دونش هم انجام نمیتونی بدی، پس میگه بین من و شما یک جدایی میفته. پس یه نفر میاد تمام این بار رو میگیره بر خودش که این صلح و آشتی رو به ما بده. پس خدمت عیسی مسیح نگاه کنید. خدمت عیسی مسیح خدمت آشتیه. من میخوام دیگه آیات رو نمیخوام زیاد بخونم، ولی در دوم قرنتیان 5:18-19 میگه چی؟ میگه او برای آشتی اومده. بعد میگه این رو به ما سپرده، خدمت آشتی رو به ما سپرده. شما بعدا مطالعه کنید این قسمت رو. بعد میاد پشتبند این آیه میگه شما سفیران هستید. سفیر، حالا تو ترجمه تحت اللفظی نوشته شما ایلچیان هستی. ایلچی کلمه آذریه. یعنی چی؟ یعنی الچی، یعنی خواستگار. من مثلا میخواستم با افسانه ازدواج کنم، اول پدر مادرمو فرستادم برای چی؟ برای الچی، یعنی بره این دختر رو برای من بتونه خواستگاری بکنه و من باش ازدواج کنم. میگه شما سفیرانید. یعنی نماینده کیه؟ یعنی میره برای صلحی، یه جایی صلحی برقرار میکنه، رابطه برقرار میکنه تا بین این دوتا یک وصلتی بیفته. میگه الان شما خدمتتون خدمت آشتیه. ربط داره به عشا.
ما بدون آشتی، بدون صلح نمیتونیم به این سفره نزدیک بشیم. غیر ممکنه. اگر اینجا کسانی هستند. خب من امروز نمیدونم چرا پیغام این سمتی رفته، ولی این کاملا آماده شده است و من میدونم که بین شما کسانی هستند که اینطوری هستند که الان با دیگران در اختلافند. شاید با مادرتون باشه، شاید با خواهرتون باشه، شاید با خانوادهتون باشه، شاید با دوستاتون باشه، شاید با دیگران باشه. شما رو یه جا اذیت کردن، نتونستید ببخشید. اگر چنین کسانی در بین شما هستن، لطفاً خواهش میکنم امروز قبل از اینکه وارد عشا بشیم بتونیم از صمیم قلب این اندوهباری رو به خدا بسپریم و ببخشیم. خداوند ما برای این اومده. اگر نمیتونیم، شاید یکی تازه میشنوه نمیتونه، ولی اگر یک نفر هست 1 سال میاد کلیسا، 2 سال میاد کلیسا، 3 سال میاد کلیسا، هی میگه نمیتونم ببخشم، نمیشه و اینا، پس ایشون در شریعت زندگی میکنه. چرا؟ شریعت، کلام شریعت میگه چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، نمیدونم سیلی به عوض سیلی. یعنی هر کاری کردم باهات، تو هم اون کار انجام بده. ولی عیسی مسیح کارش این نیست. عیسی مسیح چی میگه؟ اگر به گونه راست شما ضربه زدن، سیلی زدن، اونورم بگردون بزنن. در واقع اینو نمیخواد بگه دفاع نکنه. اینا در مورد صلح داره صحبت میکنه. یعنی اون عهد قدیمیم تموم شده. خب اگر نسبت به شریعت داریم زندگی میکنیم، نسبت به شریعت هم با ما باید حکم بشه. اگر ما 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال ایماندار هستیم، هنوز در اون بره موندیم آقا من نمیتونم، این به من ضربه زده باید بزنمش، این کارو کرده من میزنمش و فلان اینها، آقا ما نسبت به فیض خدا هنوز آگاه نیستیم. ما داریم در شریعت زندگی میکنیم و چون در شریعت زندگی میکنیم غضب خدا روی ما هست. آمین. عیسی مسیح با اومدنش هم صلح آورد. در محاکمهش هم صلح میاره. میگه پیشتر دشمن بودن. یعنی چی؟ سمبولیک داره با ما صحبت میکنه. کسانی که دشمن بودن به خاطر اینکه عیسی داره محاکمه میشه اینا صلح میکنه. با من اینطوری صحبت میکنه. این تفسیر کتاب مقدس نیست. برای من اینطوری باز میشه که آقا 1 نفر داره راه افتاده، داره میبرنش محاکمه، بعد 3 تا درس مهم رو داره به ما یاد میده. اولی صلح و آشتیه که این کار رو عیسی مسیح انجام میده. اگر ما بخوایم به شریعت زندگی کنیم، کلام خداوند در رومی قرنتیان 3:6 میگه نوشته شریعت شما رو میکشه، اما کسی که به روح زندگی میکند حیات دارد. نوشته میکشه. عزیزان، خداوند 10 تا فرمان داده، 600 و خورده ای هست، 600 فکر کنم 13 تا فرمان داده، 10 تاش اصلیه. آقا 613 تا به کنار، از 10 تا 9 تاشم به کنار، یه دونه میگفت دروغ نگویید، هممون ردیم. تمام شد رفت. یه روز از صبح تا شب دروغامون رو بشماریم، من به شما ثابت میکنم بالای 10 تا دروغ میگیم. ردیم. ولی یه نفر هست که به جای ردی ما رد شد، لعنت شد. کلام خداوند میگه عیسی لعنت شد تا من رد نشم، من لعنت نشم. من به فیض عیسی زندگی میکنم، به فیض مسیحی که من اینجا زندم، به کارهایی که خودم انجام میدم نیست که. پس عزیزان من خواهش میکنم این عشایی که امروز میخوایم نزدیک بشیم بدونیم که عیسی برای صلح این عشا رو گذاشته، برای اینکه آشتی بیاره. آمین. دومین موردی که نگاه میکنیم، پس همش در باب 23. دومین مورد 23 18 میگه اما آنها یک صدا فریاد برآوردند او را از میان بردار و باراباس را برای ما آزاد کن.
باراباس به سبب شورشی که در شهر واقع شده بود و نیز به سبب قتل در زندان بود. پیلاطوس که میخواست عیسی را آزاد کند دیگر بار با آنان سخن گفت، اما ایشان همچنان فریاد برآوردند بر صلیبش کن، بر صلیبش کن. سومین بار با آنها گفت چرا؟ چه بدی کرده است؟ من هیچ سبب برای کشتن او نیافتم. پس او را تازیانه میزنم و آزاد میکنم. اما آنان با فریاد بلند به اصرار خواستند بر صلیب شود. و میگه خواستن چه کسی آزاد بشه؟ باراباس. باراباس در عبری چیه؟ بارابا، پسر پدر. در متی شما میتونید، متاسفانه در 1009 اینو نمیدونم چرا ننوشته، شما میتونید عبری اصلیشو بخونید و در فکر کنم ترجمه NIV انگلیسی باشه چی نوشته؟ میگه عیسی معروف به باراباس. اسم باراباس عیسی بود. ترجمه اسمشو نگاه کنید، خیلی مهمه. عیسی پسر پدر. میگه پیلاطوس گفت عیسی پسر پدر رو برایتان آزاد کنم یا عیسی پسر پدر رو؟ یه تضاد اینجاست، نه؟ معنی اسم یک نفر اینه. شما میتونید بعدا متی رو مطالعه کنید. تو متی این هست که باراباس رو عیسی معرفی میکنه. اسمش عیسی بود. بارابا یعنی پسر پدر، ابا پدر. عیسی پسر پدر رو آزاد کنم یا عیسی پسر پدر رو؟ کدومو میخواید؟ ولی یکی رو انتخاب میکنن. میگن ما اون عیسی رو میخوایم، اون باراباس رو، پسر پدر رو میخوایم که شورشیه، مردانگی از خودش نشون میده، پا میشه نمیدونم صحبت‌های آنچنانی میکنه، شورش میکنه، شمشیر میکشه، اینو میزنه اونو میزنه. ما این باراباس رو میخوایم، ما این پسر پدر رو میخوایم، ما این رو میخوایم. چون اصلا دوست داره. ببین انسان دوست داره که اینجور شخص رو بخواد، مردانگی نشون بده. الان مثلا باید برای ایران یک نفر وارد بشه، شاهی بزنه، اونا رو بکشه، اینا رو بکشه. خدا حاکمیتش سر جاشه. هر کس هم میخواد ایران وارد بشه خدا تصمیم میگیره. خدا نمیخواد که ما به جای اون بجنگیم. خیلی وقتا فکر میکنم ما هم، الان نمیدونم چرا اینو گفتن، اصلا آماده نکه، ما هم مثل این که برای ایران الان اینطوری ما باراباس میخوایم. بارابا یه نفر بیاد بزنه، بشکونه، اونا رو بزنه. کلام خداوند میگه یه گوشم نگاه کردن دیدن یه نفر هست که میگه من پسر پدرم، اون منم اصلیه، پسر پدر منم، من عیسی معروف به پسر پدرم، اصل منم، درست حسابی منم. ولی نگاه کردم بهش دیدم مظلوم ایستاده، سیلی میزنن هیچی نمیگه، حرف میزنن هیچی نمیگه، توهین میکنن هیچی نمیگه. عیسی داره یاد میده که من پادشاهیم همینطوری خواهد بود. میخوای بپذیر، نمیخوای نمیتونی. در شریعت خدا زندگی کن و شریعت خدا شما رو در غضب میزنه. الان شماهایی که نمیدونم با عزیزانتون درگیر هستید در ایران، همین 2 روز پیشم باهاش دعوا کردی توی تلفن، نمیدونم دارم کی رو میگم. شما باید ببخشید. برای اینو تو بایدی نداریم. اگر مسیحی هستیم ببخشید، عذرخواهی میکنم، باید داریم. حکمم نمی کنم، حکم کتاب مقدسه. ببخش تا بخشوده شوی. نبخشی که نمیشه. پس عیسی مسیح اومده به این جهان ببخشیم. عیسی مسیح اومده که صلح و آشتی بیاریم. میگه شما سفیرانید، شما صلح و آشتی میارید از این خدمت به شما سپرده شده. من به جای شما میمیرم و زنده میشم تا این خدمت رو یوناتان به دست شما بسپرم. اصلا خدمت تو خواهد بود. به گونه راست تو سیلی زدن اونورم برگردون. خیلی سخته. صابخونت اذیتت کرد، دعا کن. صابکارت اذیتت کرد، دعا کن. هر اتفاقی داره میفته، بر علیهت دارن صحبت میکنن، دعا کن براشون. عیبی نداره. خیلی سخته.
خیلی سخته این آدم اینطوری فکر کنه، اینطوری نگاه کنه. من اینو موعظه نمی کنم که من اینطوریم، من اینو موعظه می کنم که خدا اینطوریه، خودم کم آوردم. اگر کسی در زندگیمون هست که هنوز نتونستیم بعد از چندین سال ببخشیمش، میدونم که شاید آزار رسوندم بهتون، شاید اذیت شدید، شاید تجاوزها بوده، شاید دردهای سنگینی بوده که اصلا نمیتونید میگید اصلا بردارید، اصلا اونجور باز نکن، من اونجور مخفی کردم، من اونجور خاک کردم، دیگه هیچ وقت نمیخوام بیرون بیاد. ولی من شما رو برمیگردونم به 13 سالگیتون، من شما رو برمیگردونم به 17 سالگیتون. خواهش من از شما اینه این رو بیرون بیار و ببخش. اگر کسانی هستن که واقعا اینجا اذیت شدن، آزرده شدن، عیسی مسیح میگه ما سفیران هستیم. سفیران، ایلچیان. پس عیسی مسیح آشتی آورد، صلح و آشتی. عیسی مسیح نمادین داره صحبت میکنه. عیسی مسیح یک نفر که محکوم به قتل بود، باراباس محکوم به قتل بود، عیسی مسیح به جای اون داره با ما صحبت میکنه. عیسی مسیح به جای اون، عیسی مسیح درد عیسی پسر پدر رو قلابیه بر خودش میگیره که اصلیت رو بهش برگردونه. ما همگی، عذرخواهی میکنم راحت اینو میگم، ما همگی باراباسیم. مصنوعی بودیم، عیسی به جای ما میمیره، زنده میشه، گناهان ما رو بر روی صلیب میخوب میکنه تا اصلیت ما رو به ما برگردونه و میگه دیگه شما پسران هستید. خداوند برمیگردونه اصلیت رو به ما دیگه، میگه دیگه از این به بعد شما فرزند من. میگه این حق رو در یوحنا 1:12 میگه هر کس که به من ایمان داشته باشه این حق رو میدم که فرزند بشه. بعد در غلاطیان میاد 4:1 چی میگه؟ میگه شما دیگه پسران باید بشید. پسر با فرزند فرق میکنه، اینو بهتون بگم، در کتاب مقدس در یونانی اینا فرق میکنه، یکی تکنون، یکی هایوس. هایوس پسر یعنی کسی که دیگه بالغ شده، بزرگ شده. میگه شما پسرانید. در واقع اونجا پسران منظور از جنسیت نمیگه، خواهران رو هم میگه، یعنی پسران بالغین. خدا این رو به ما بخشیده. آمین. یک چی بود؟ آشتی. بگو آشتی. آشتی. پس برای آشتی اومده. دومی برای رهایی و آزادی اومده. رهایی و آزادی. سومین مورد، یادمه، حالا اینم بگم، یه شهادتی رو گوش میکردم اون موقع در کانال فکر کنم نجات بود، اینا رو زیرنویس نشون نمیدونم ترجمه شده بود، ولی یادمه که اینو شنیدم تو اون برنامه داشت توضیح میداد در مورد یک مردی که به حبس ابد محکوم شده بود و راه آزادی نداشت، تو زندان میاد این ایمان میاره، بعد میگه خداوند من که دیگه حبس ابدم، به هیچ وجه از اینجا آزاد نخواهم شد. میگه ولی یک چیزی درونم میگفت که تو هنوز ایمان نداری به من میتونم تو رو این درهای زندان رو برات باز کنم. میگه هر روز میرفتم جلوی درهای زندان وای میستادم بهش فرمان میدادم. میگه نمیدونستم، تازه ایمان بودم. میگه عیسی رو میشناختم خب ولی ایمان نداشتم بهش. ما میتونیم عیسی رو بشناسیم ولی ایمان نداشته باشیم. هر کسی که در اروپاست، آمریکاست، مسیحی نیست. پس این رو باید بدونیم که مسیحی کسیه که به مسیح ایمان میاره، یعنی قبول میکنه. پس آقا چیکار میکنه؟ میره جلوی درهای زندان وای میسته، هر روز فرمان میده. من میدونم عیسی من رو از اینجا بیرون خواهد آورد، با اینکه حبس ابد خورده بود. و میگه به طور معجزه‌آسا عیسی کار کرد. نمیدونم 3 ماه 4 ماه اشتباه نکنم اگر یادم باشه، میگه 3-4 ماه 5 ماه بعد درهای زندان برای من باز شد و من تبرئه شدم. عزیزان من، کسی که به مسیح ایمان داره اگر در زندان باشه، زندان‌های روحانی میتونه باشه، اسارت‌های روحانی باشه، هر چیزی که در زندگی شما رو برای شما زندان شده دیگه نمیتونی از اون رهایی پیدا کنی. ببین باراباس رو صبح می‌خواستم بکشم چون محکوم به قتل بود، باید میمرد. عیسی به جاش میمیره. اگر در چنین زندان‌هایی گیر کردید مطمئن باشید که عیسی میتونه شما رو رهایی بده. آمین. عیسی میتونه شما رو رهایی بده. سومین مورد چیه؟ بخشیدن. 1 آشتی، 2 رهایی، 3 بخشش. کجا میگه؟ همون 23 آیه 42.
من اگر یه دونه آب داشته باشم خیلی عالی خواهد شد. واقعا خیر دادم. مرسی. واقعا عذرخواهی میکنم. دو تا دزدم با عیسی مسیح بر صلیب شده بودن دیگه. خب میاد چیکار میکنه؟ میگه دوتاشون هم بهش فحش میدادن، ناسزا میگفتن. یکیشون یه لحظه به خودش میاد، میگه ما که تقصیرکار هستیم، ما همه کار کردیم. آخه این آدم واقعا هیچ کاری نکرد. شنیده بودن دیگه از مسیح، این هیچ کاری نکرده. بعد به مسیح یه چیزی میگه لطفا منو به یاد بیار. زمانی که به فردوس میری، به بهشت میری، من رو به یاد بیار. میاد چی میشه؟ میگه عیسی پاسخ داد آمین به تو میگویم امروز با من در فردوس خواهی بود. عیسی میبخشدش. در متی 23 ما داریم میبینیم 3 تا مورد: آشتی، رهایی، بخشش. عیسی هنوز نمرده ولی داره اینا رو به ما نشون میده. در محاکمش داره به ما اینو نشون میده که من میتونم، اونی که فکر میکنی دست و بالت بسته شده هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. تویی که فکر میکنی دستاتو به میخ کردن، پاهاتو به میخ کردن، هیچ راه امیدی نیست، هیچ کاری نمیتونی الانم بکنی. الان شما شاید در چنین وضعیتی باشید که هیچ کاری نمیتونید بکنید. در یک وضعیتی گیر کردید که کار اضافی اصلا نمیتونید انجام بدید. بعد دست و بالتون بسته است. فقط این زبان کار میکنه. اگر زبان دارید دعا کنید در خداوندا من رو به یاد بیار. خداوندا من گیر کردم، من رو به یاد بیار. عیسی میگه امروز با من در فردوس خواهی بود. کسی که محکوم به قتل بود، تموم شده بود، به ته خط رسیده بود. اگر به ته خط رسیدی هنوز امیدی است. اگر تنابهاتون داره پاره میشه هنوز امیدی است. عیسی چی میگه؟ میگه امروز با من در فردوس خواهی بود. یک معنی داره برای من. نمیگه تو رو بخشیدم، میگه زندگی تباهالود تو، زندگی مسخره تو که در دست و بالت بسته است، من رو تبدیل میکنم به بهشت. فردوس یعنی بهشت دیگه. من رو تبدیل میکنم به بوستان، به بهشت. اگر در چنین وضعیتی هستید خداوند میتونه انجام بده این رو. چون خداوند با اومدنش صلح و آشتی آورده و در محاکمش هم این رو داره نشون میده. صلح و آشتی، رهایی و بخشش. صلح و آشتی، رهایی، بخشش. و عیسی زمانی که یک شب قبل اینکه همون شب آخر بخواد، میدونست تسلیمش میکنن، چیکار کرد؟ میگه نان رو گرفت و پاره کرد. اونو دیگه استفاده نکنیم. میگه نان رو گرفت و پاره کرد میان شاگردان، میان بچه ها. گفت این رو به یاد من انجام بدید. این نشانه اینه که شما از بدن من دارید میخورید. این نشانه اینه که شما از خون من خواهید نوشید. این نشانه اینه که شما هم باید مثل من باشید. یه جایی بهتون گفتن منو میخواید یا باراباس رو؟ خواهش میکنم من رو انتخاب کنید. قوم اسرائیل 2 تا بز می آوردن. من اینو نمیخواستم بگم ولی اینم گفت بگم. 2 تا بز می آوردن، روی یکی دعا میکردن. میگفت کاهن بیاد رو سرش دست بذاره دعا کنه. هارون بچه‌ها چلا خودش کاهنی می اومدن دست میذاشتن رو سر این بزه، بدبخت بزه، دعا میکردن، گناهان قوم رو به این اعلام میکردن. این بزم دیگه ناچاره اینو میشنید دیگه. بعد اعلام که میکردن توی لاویان هست تا 16، اینو خودتون بعداً بخونید، توی لاویان هست. بعد روی این بزه این گناهان رو اعلام میکردن. 2 تا بز بود. اونی که روش چیز میکردن، گناه و اعتراف و اینا رو میکردن، اونو ول میکردن تو بیابون به امان خدا.
میگفتن بره تو بیابون. یه نفر مسئول این بود که اینو ببره بیابان رها کنه. بعد نمیتونست همینجوری هم وارد قم بشه، بعد لباساش عوض میکرد، چون دیگه میگفتن دست زدی به اون خودت گناهکاری. بعد اینو میبرد ولش میکرد تو بیابون، برمیگشت. اون یکی رو تقدیم به خداوند میکردن، اون سالمه رو میگفتن این تقدیم خداست، اوکی. اون یکی رو روش اعلام میکردن، گناهان قوم رو میفرستادن براش، میگفتن برو به امان خدا. به این بز میگفتن ازازل. از یعنی بز، ال یعنی آیل یعنی رها شده، بدبخت. ولش میکردن بین بیابان. حالا شب باید این گرگه اینو بیاد بدره، گناهان قوم اسرائیل محو بشه. این شما رو یاد یه چیزی نمیندازه؟ باراباس و عیسی. عزیزان، همه ما گناهانمون رو روی شخصی گذاشتیم که رها شد در جلجتا. بهای سنگینی برای ما داده. خواهش میکنم این از دست ندیم. بهای سنگینی داده تا ما دوست باشیم. بهای سنگینی داده تا ما در راه درست قدم برداریم. خودش رو تسلیم مرگ کرد، خودش رو تسلیم گرگ کرد تا ما امروز در آزادی زندگی کنیم. یک بز خودش رو تسلیم میکرد، اینم به قید قوره انتخاب میکردن. تو شما لاویان رو بخونید، تسلیم میشه تا اون یکی تقدیم به خدا بشه. عیسی تسلیم مرگ و لعنت میشه تا امروز ما در سلامت تقدیم خدا بشیم. آمین. قبل از اینکه عشا رو برگزار کنیم عزیزان، خواهش من از شما اینه، اگر بین ما کسی هست که الان من داشتم میگفتم یادتون داره میفته، اگر بین ما کسانی هستن که بین خودشون اختلاف ها هست، بین خودشون حالا یه صحبت ها هر چی که هست، خواهش من اینه قبل از عشا، قبل از اینکه این نام پاره بشه، بدن عیسی مسیح برای ما پاره بشه، خواهش من از شما اینه که این صلح و آشتی رو بین ما، نمیدونم خودتون یه کاری بکنید، صلح و آشتی بین ما برقرار بشه. چقدر سخته نه؟ بعد این رو تاخه من این هفته در موردش غیبت کردم، عیبی نداره. آدم درست حسابی نیست، عیبی نداره. عیسی بهای سنگینی برای ما داد. اگر برای باراباس جان داد، برای همه ما میده. پس ما 1 دقیقه 2 دقیقه وقت میخوایم یه موزیک ملایم بذارید، صلح و سلامتی، پاشید به هم دیگه بگید، حتی اگر دوستا پاشید به هم دیگه بگید صلح و سلامتی، شالوم خداوند بر شما باشه. نه همینجوری نمیشه، پاشید به هم دیگه بگید. صلح و سلامتی خداوند بر شما باشه. صلح و سلامتی خداوند، شالوم خداوند بر همگی شما باشه.
ای خداوند شکرگزار تو هستیم، سپاسگزار تو هستیم ای خداوند. توبه میکنیم از همه گناهانمون ای خداوند. شاید ناخواسته قلب کسی رو شکستیم ای خداوند. استورومنان شفای تو بر ما باشه ای خدا. ای خداوند این فقط برای این ساعت نباشه، زمانی که حتی رفتیم خانه ای خداوند، اگر حملاتی بر ما شد که وای چرا بخشیدی، چرا این کار رو کردی ای خداوند، حتی نزار فکراش بیاد، به نام عیسی مسیح کمک کنه ای خداوند. ای خداوند اگر کسانی اینجا هستن، اگر کسی هست که میخواد تصمیم گرفته بود در این هفته خداوند از کسی دیگه شکایت بکنه، اگر اینجوری ادامه پیدا کنه من شکایت میکنم ای خداوند قلب اون رو تغییر بده. روم راشایر ای خداوند تو خدای دزدان و گناهکاران، تو خدای قاتلین معروف بودی به این ای خداوند. ممنون تو هستیم که ما رو نجات دادی. من به شخص زندگی خوبی نداشتم ای خداوند و از همه اینها آگاهم. ممنون تو هستم برای فیضت ای خداوند. ما رو به گناهانمون ای خداوند آگاهی بده، الزام تو بیاد. عزیزم من خیلی عذرخواهی میکنم که بار سنگینی از سر قلبم که اینا رو بگم. حتی اگر در این اواخر تسلیم فیلم های پورن، هر چیزی که بوده از خدا بخوایم، زمانی که این اشیا وارد قلبت میشه، وارد جسم و جانت میشه، این خون به نام عیسی مسیح اون فکر رو شستشو بده. استوروژینا دانومنایم ای خداوند. چون خدا میخواد شفا جاری کنه برای کمرت، برای پایین گردنت، به خاطر اونه. دو به آرش دور مشتوی شفا جاری بشه خداوند. لورد ممنون تو هستی خداوند. زمانی که عیسی رو تسلیم کردن، بدنش برای ما بالای صلیب شکسته شد. ابراهیم جان شما بیاید و علی جان اگر امکان داشته باشه ممنون هستم.